تصور کنید در دل یک شهر شلوغ و بی‌رحم تنها هستید. هیچ کس صدایتان را نمی‌شنود. هیچ کس به شما نگاه نمی‌کند. هر قدم که برمی‌دارید شما را به مرز گرسنگی و خستگی نزدیکتر می‌کند. حالا این موقعیت را از نگاه یک سگ ببینید. سگی که همه او را طرد کرده‌اند و فقط تلاش می‌کند زنده بماند. این داستان کوتاه اما عمیق چخوف است. داستان سگ ولگرد. دوستان سلام، به داستان یار خوش اومدید. داستان در یک عصر گرم تابستانی در یکی از خیابان‌های شلوغ مسکو آغاز می‌شود. گرد و غبار خیابان‌ها را پوشانده. ایوان ایوانویچ، مردی جوان و تنها که حدود 30 سال دارد، در یک اداره دولتی کار می‌کند. او پس از روزی سخت در حال بازگشت به خانه است. او با چهره‌ای خسته و نگاهی پریشان قدم می‌زند که ناگهان چشمش به سگی کوچک و نحیفی می‌افتد که کنار دیوار یک ساختمان لرزان و گرسنه ایستاده بود. به نظر می‌رسید چند روزی است غذا نخورده. پشم‌های ژولیده و کثیفی داشت و از ترس و گرسنگی می‌لرزید. چشمان سگ که به رنگ قهوه‌ای روشن بودند، حسی از درماندگی و در عین حال امید را منتقل می‌کردند. گویی کمک می‌خواهد، اما ترس بر او غلبه کرده. ایوان که خود احساس تنهایی می‌کند و در زندگی شخصیش با فقدان عاطفه روبروست، تحت تاثیر نگاه سگ قرار گرفت. او با خود فکر کرد که این سگ درمانده نیز مانند خودش در این شهر بزرگ تنها و بی‌پناه است. پس تکه‌ای نان و پنیر از کیف خود بیرون آورد و به آرامی به سوی سگ رفت. سگ در ابتدا محتاط است و چند قدمی عقب می‌رود، گویی از انسان‌ها بدش آمده است. اما به تدریج با دیدن نگاه مهربان ایوان به او نزدیک می‌شود و غذا را می‌خورد. این لحظه ساده آغاز دوستی غیرمنتظره است. ایوان در حالی که دستی بر پشت سگ می‌کشد، متوجه می‌شود که این سگ برخلاف ظاهر ژولیده‌اش بسیار بامهر و نیازمند محبت است. ایوان نام لک را برای سگ انتخاب می‌کند و هر روز پس از کار به دیدار او می‌رود. لک به تدریج به ایوان وابسته می‌شود و هر عصر در کنار دیوار همان خیابان منتظر او می‌ماند. این رابطه برای ایوان که زندگی یکنواخت و خالی از محبتی دارد، به منبعی از شادی و معنا تبدیل می‌شود. او سعی می‌کند زمان بیشتری را با لک بگذراند. لک نیز با وفاداری هرچه تمامتر به ایوان نگاه می‌کند و گویی تنها او را نقطه امید خود در این جهان می‌داند. این دوستی ساده اما عمیق به تدریج تبدیل به بخشی مهم از زندگی هر دو شده بود، تا اینکه در یک شب بارانی پاییزی ایوان متوجه می‌شود که لک او را تا نزدیکی خانه دنبال کرده است. باران تندی می‌بارید و لک کاملا خیس شده و می‌لرزید. ایوان در ابتدا می‌خواست سگ را به عقب براند، زیرا در خانه کوچکش اجازه نگهداری از حیوان را نداشت. اما نگاه لک که پر از ترس و امید بود، ایوان را دچار تردید کرد. او با خود فکر کرد که اگر لک را رها کند، شاید دیگر هرگز او را نبیند یا اتفاق بدی برایش بیفتد. پس از لحظاتی تردید، در نهایت تصمیم می‌گیرد که لک را به خانه ببرد و از او مراقبت کند، حتی اگر این کار مشکل ساز شود. داستان با صحنه‌ای به پایان می‌رسد که ایوان و لک در خانه کوچک ایوان در کنار آتش نشسته‌اند. باران هنوز می‌بارد، اما فضای داخل خانه گرم و پر از مهر است. ایوان با نگاهی راضی به لک نگاه می‌کند که آرام در کنار او خوابیده است. رابطه ایوان و لک نمادی از نیاز جهانی به عشق و تعلق خاطر است. به گفته ولادیمیر ناباکوف، چخوف با ظرافت خاصی نشان می‌دهد که انسانیت در ساده‌ترین رفتارها متجلی می‌شود. او سگ ولگرد را نماد قشرهای محروم جامعه دانسته که در حاشیه زندگی می‌کنند و ایوان نماینده افرادی است که با وجود مشکلات دست مهربانی به سوی دیگران دراز می‌کنند. در این داستان چخوف از نمادها و استعاره‌ها بهره می‌برد تا پیام عمیق‌تری را منتقل کند. برای مثال، باران نماد پاکی و تولد دوباره است و خانه ایوان نماد پناهگاه امن. بر اساس تحلیل آن آخاماتوآ، داستان سگ ولگرد به بررسی تنهایی انسان مدرن و جستجوی او برای معنا در زندگی می‌پردازد. این داستان نشان می‌دهد که چگونه رابطه با یک حیوان می‌تواند به انسان کمک کند تا بر انزوا غلبه کند و معنای تازه‌ای در زندگی بیابد. از این منظر، سگ ولگرد نه تنها یک داستان درباره مهربانی، بلکه کاوشی عمیق در روانشناسی تنهایی است. فضای ذهنیم پس از سگ ولگرد پر از همان حسی است که آورا کارلوس فانتس ایجاد می‌کند: کشمکش درونی و نگاهی تیز به اجتماع.
اگر میخواهید این حس را ادامه دهید داستان جذاب آورا را بشنوید. لینکش رو براتون میذارم. اگر این داستان و تحلیل براتون جالب بود، برای دیدن ویدیوهای بیشتر ادبیات جهان کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا درودی دیگر، بدرود.